مسئولین فدراسیون جهانی و آسیایی قایقرانی هم برای بازدید از امکانات و قطعی کردن میزبانی ایران در مسابقات انتخابی المپیک و مسابقات آسیایی به کشورمون اومدن و پس از بازدید همه چیز رو تایید کردند. تقریبا همه کارها آماده است و مشکل خاصی نداریم و امیدواریم که به هر حال مسابقات خیلی خوبی رو در سال آینده داشته باشیم در بخش قهرمانی آسیا. پیشنهاد میکنم به کشور ایران که در زمینه ورلد کاپ سرمایه گذاری بکنه و مسابقات ورلد کاپ رو یکیشون مثلا تو آسیا میتونه یکی از این مسابقات ورلد کاپ رو در اینجا برگزار کنه. همه در واقع مواردی که به هر صورت مد نظرشون بوده کاملا الان مهیا هستش، ما هیچ مشکلی نداریم و به هر حال اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که ما سطح برگزاری رو می‌خوایم کیفیتمون رو ببریم بالا. آخرین سکانس سریال بگو مگوهای وحید شمسایی و مسئولین باشگاه فولاد ماهان تا 30 روز دیگه تموم میشه. شمسایی مالک باشگاه فولاد ماهان دیگه نمیخواد نمایش جدیدی رو با شما بازی کنن یا نه؟ والا من بازیکن این تیم هستم، 30 روز دیگه بیشتر از قراردادم نمونده. دوران خیلی خوبی رو داشتم با فولاد ماهان. واقعا داستان شما و مالک باشگاه یه جورایی شبیه نمایشه، قبول دارید؟ نه به خدا اینجوری نیست.